خداپناه بیردوف کنون رهبر انسامبل موسیقی نوای بدخشان سال 1961 در خروغ به دنیا آمد. صاحب 3 فرزند بوده، پسرش علکه میراثخوار کسبش می باشد. امروز او اصلاً با نواختن سیتار میان مردم معمول گشته است. بار آخر در امارات متحده عرب در شهر دبی همچون سیتار نواز مشهور از نام بدخشان برآمد کرده است. نظر به قصه‌اش از آوان کودکی، ملکه قرابت با موسیقی رو هنوز در سن 8 سالگیش نشان داده است. من در صنف دوم میخوندم در مکتب تحصیلات مورانی و یک معلم از مکتب موسیقی شهر خروغ و مکتب ما آمدند و اون کس برای خود طلبه را میگفتند، طلبه برای مکتب موسیقی. و من خود رو نامنویس کردم در اسباب قشقر، رباب قشقری. و اون دوره من صنف دوم میخوندم و تو صنف 8 این مکتب نامبرده رو ختم نمودم. البته با موفقیت و این مکتب موسیقی اصلا 5 سال میخوندم. من اون رو 6 سال خوندم و این اولین قدم های من بودن به ساحه صنعت و در صحنه های کسبی هم برآمد کردم. از صنف 2 سر کردم، همچون آوازخوان در اسباب قشقر سرودها رو میخوندم. همچون معلم فن موسیقی مکتب تحصیلات عمومی در شهر خروغ فعالیت نموده است. در این مکتب در ظرف 2 سال فعالیت خود خداپناه بیردوف برای خوانندگان نزاکت‌های آهنگ‌آفری و نوازش اسباب‌های مختلف موسیقی را یاد داد. از سال 1980 به حیث رهبر بدیعی انسامبل گلدسته نزد خانه فرهنگ در شهر خروغ کار می‌کرد. ما رو جیغ زدند که همچون رهبر موسیقی همون گروه باید من کار کنم و ما رو جیغ زدند و گفتن که در اسباب سیتار نواختن میتوانید. همه گفتم اکنون تو امروز به دست نگرفتن سیتار و لازم شود های مهنت کرده یگان بالا میکنم. بعد از اون وقت من همچون سیتار رو به دست گرفتم و نواختم و تو امروز در دستم شما چکلش کنم میبینید در دستم سیتار است. در بدخشان اصلا هنرنمایان موسیقی شناس اسباب‌های موسیقی به مثال رباب بدخشانی، تور و غژک را بیشتر می‌نواختند. هر یک از این اسباب‌های نامبر شده کیفیت خاص خود و سبک معین را برای شنونده دارند. صدای نی و رباب اصلا سیر تاریخ و طبیعت را افاده می‌کرد. نوای دایره باشد پدیده نیک و خوشحالی را نشانگر بود. صدای نوای سیتار باشد حرکت را پیگیر است، جریان چیزی، انتقال از یک وضع به دیگرش و به گفت موسیقی شناسان روش حیات را میفهماند. اسباب اصلا و من از زمان لحاظ مقبول شد که در بدخشان اسباب‌های خلقی را بسیارتر نغز می‌دیدند و این اسباب در خود یک کیفیت دارد، یک شیرینی دارد. خوب باور کنید خونه اگر من یک زیق شوم یا مونده شوم یا یگان چی در سر افتد فقط سیتار را به دست میگیرم، ناخون میکنم، همون غم و غصه همون از دل میرود و از همون وقت من در
قلبم قسم خوردم که من دیگر ستاره نمیمانم تو اون دمی که قوت است و عمر اگر باقی باشد. همچون ستارنواز در کجا برآمد کردیم؟ من همچون ستارنواز در سال 1994 مرا چون ستارنواز به دولت بریتانیا انگلیا دعوت نمودند و در اونجا ما برای یک رژیسور بود از کانادا نامش حافظ بود و مرا اون کس دعوت نمودند و من یک جویا با 11 هنرمند دیگر در اونجا در نزد حضور امام برآمد نمودیم و من همچون ستارنواز در اونجا برآمد نمودم. با آنکه در دیارش همچون ستارنواز معمول گشت، خداپناه اکنون برای نمایش این هنر و معرفی نمودن نوای موسیقی در اسباب ملی موسیقی در کشورهای غرب نیز برآمد کرد. به قبل او هنگام معاشرت با هنرمندان و نوازندگان از دیگر ممالک دنیا پیوسته سوالهایی از چه تئور شده است این اسباب موسیقی، چرا نامش ستار است، شکل و درازی این اسباب تکرار می شدند و مخصوص نوای طور آن به هنرمندان هندوستان خیلی خوشایند بود. و هنرمند پیش من اومد و حافظه بود و او اصلا از هندوستان بود و در جای استقامتش در کانادا بود و پیش من اومد گفت که با همین ستار شما میتونید آهنگ هندی را من سرایم شما نوازید. همه بعد مشق کردیم گفتم که خیلی نشد که بعد مشق چقدر شد که امان که گفتم رژیسور امان برنامه حافظ گفت که با چی نمیشود با ستار بدخشانی نمیشود باید با اسباب‌های هندوگی از اون کس گفتن که از امان هنرمند هندوگی با اسباب‌های هندوگی شما سرایید با اسباب بدخشانی نمیشود. لیکن مردم بسیار نقص قبول کردند البته و بسیار عجیب هم بود این ستار برای اون مردم. یعنی شما اکنون نواختید و او قایل شد؟ بله مشق کردیم. قهرمان ما میگوید که یاد ندارد باری هم باشد پدرش شوق به نوازش اسباب موسیقی داشته است، اما این سلیقه و هنر به او از بابا میراث مانده است. بابایش نظر به قصه مادر خداپناه رغبت خاص نوازش داشته است. با من مادرم گفت که بابا در رباب پامیری کم مینواخت و همین خیلی مطرب مشهور نبود فقط من کم در رباب پامیری مینواخت و من را اصلا به این کس همان کسی گفتم شما با که در مرا به چی آور به مکتب موسیقی شهر غورو مجنون مبالا قدم بودند و البته استاد اولین من اون کس بودند که مرا به این ساحه راهنمایی کرد. در ولایت امروز ستارنوازها اگر گویم انگشت شمار هستند خطا نمیکنم. من بودم با جین همون معلم من مجنون قدمов مختار نام شخص در قطعه ما در یک انسامبل فعالیت داشتیم و اون کس اکنون در مرکز هستند یعنی در شهر دوشنبه. باز در رایون روشن من دیدم که بچه ها با این اسباب سر کار دارند. با در شهردره هستند یک بچه نامش عینیش هست و دیگر راستی گپ من ندیدم که یگان کس این اسباب کاردار شود یا این را نوازد. راستی گپ ندیدم. موسیقی های حزین، موسیقی که اکنون ضرب ندارد، موسیقی که شاید یک سمت معین ندارد، چه خیلی نواخته میشن در این طور؟
ҳар як ҳунарманд орзуи он дорад ки маҳорати худро ба дигарон биомӯзад то пас аз худаш номбардори ӯ ва ҳунараш бошанд. худопаноҳ низ ин орзуро дар дил аз кайҳо парваридааст. ӯ мегӯяд шогирд дорад, аммо онҳо ҳанӯз кӯчаканд ва дар мактаб таҳсил мекунанд. чаро номаш 3 тора аст ва дар он ҷо 10 тора аст? ба фикрам ман чанд бор барои шогирдон гуфтам, барои мардуме ки кора мепурсанд ки барои чи 3 тора, 3 тор надорад, 10 та дорад, 12 та дорад. ин асбоб аслан 3 та ҷор мешавад. дар 3 яъне дар 3 та нота лад мегӯем ҷор мешавад. барои асани амиз биёз номаш 3 тор аст. Тритоника мегӯям русҳо. барои ҳамин номаш 3 тор аст.